شکری تو میکنم وطن شکرانه استقلالی تو شکری تو میکنم وطن از بخت و از اقبالی تو شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من با مردمی با ننگ و آر فرزانه مردانی دیار آباد سازم این وطن دارم از او افتخار شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من تاجیکستان زنده باش فرخنده و پاینده باش ای تاجیکی ماننگی من سازنده شو سازنده باش ای تاجیکستان زنده باش فرخنده و پاینده باش ای تاجیکی باننگی من سازنده شو سازنده باش شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من شکرانه وطن وطن شکرانه باغ و چمن شکرانه وطن وطن شکرانه دوران من واقعا همدیران عزیز هر لحظه و هر دقیقه و هر زمان از این دور و از این دوران و از این وطن آباد و آسوده از این استقلال پایدار از این صلح و ثبات آیت شکرانه بر لب بیاریم کمی اندر کم است زیرا واقعا ما یک وطن زیبا و یک وطن سرتاپا گلفشان داریم که نامش از تاجیکستان بیشتاسا پس همچون فرزند این وطن افتخار کردن پی اجرای رسالت دو تاز کردن و همیشه برای پیشرفتش جهد و تلاش نمودن واقعا قرض فرزندی است و درود و سلام و پیغام و پیام به همه شما عزیزان دل و نفرانی که تلاش می‌ورزید برنامه فضای تلویزیونی سفینه را تماشا کنید و یک درود دیگر به تاجیکان برون از مرزی عزیزان دل برنامه فضا است چون همیشگی مهمان خاندان شما و این شام در برنامه‌مون ما نیز مهمان داریم هنرمند سرشناس کشور هنرمند محبوب هنرمندی که تلاش میکند قدم به قدم
ثابت قدمانه ترانه ها از وطنداری و از خویشتنشناسی و از دوست داشتن دیار اجدادی خویش خوانده باشد. ارکین اودینایف، درود به شما، خوش آمدید به تلویزیون سفیر. مرحمت، یک سلام و یک پیغام به مخلصانتان و به هموطنان عزیز رسانید. سلام و درود به همه مردم شریف تاجیکستان، به همه مخلصان برنامه فضا. ما خیلی خرسند هستیم که ما رو دعوت کردید به برنامه فضا. چقدر هنری که داریم برای مخلصان عزیز، برای هموطنان عزیز پیشنهاد میکنیم. سلامت باشند، بسیار تشکر. دوستان عزیز، شما خوب میدونید که ارکین اودینایف یکی از هنرمندان فعال است که بار چندم است هم در برنامه فضا هم در برنامه خاطره ها کوشش میکند که واقعا رسالت هنرمندی خویش را اجرا کند، ترانه های نو به نو را روی کار بیارد تا همون محبتی که در قلب مخلصانش که هست کنده نشود. این از واقعا دوست داشتن کسبیت ایشان درک میدهد. خب بار دیگر من کل دسته هنر شما رو خیر مقدم میگویم. خوش آمدید به تلویزیون سفینه. امیدوار هستیم که یک شام خاطرمان برای بیننده های ما هدیه خواهد شد و واقعا ترانه نخستین شروع شده از نام وطن، از شکرانه از وطنداری و میخواهم نظرتون رو گفته باشید، چون وقتی که ترانه از وطنداری و از میهن پرستی مثلا چی حسیات شما رو فرا میگیرد؟ وقتی که آدم در مسافرت هست بسیار وطن رو یاد میکند. ما راستی 10-15 روز پیش از تاجیکستان عزیز خود جدا بودیم، دور بودیم. همونجا هم بر خدمت مردم بودیم. سفر هنری بودیم. باور کنید میگه تاجیکستان پاسپورت شدم. اومده همین شده من انتخاب کردم. شکرانه ای وطن وطن، شکرانه باغ و چمن، شکرانه ای وطن وطن، شکرانه دوران من. هر هم وقتی که در سمانت فرونده تاجیکستان خیلی خرسند شدم. راستی بسیار خوب، واقعا هم این گونه است. گمانم که آمدید و در ظرفیت چند روز ترانه رو همراه رامشگرانتان آماده کردید، آهنگ خودتان. بله. گاه در فضای مجازی هم میبینیم که همراه فرزندان یکم مخلصانتان رو شاد میکنید. فرزندان هم پیروی میکنن از هنرتان؟ سهراب جان کورس دوم میخوند کالج احمد باباقلوف با سپانجا مشاد صف 7 میخوند در مکتب اینترنتی زیادلو شهیدی. حرکت دارم که سهراب و سپانجا نیست یک هنرمندی خوب شود. البته بسیار خوب. پیگیر از هنر کی بوده تا به همین صحنه های بزرگ آمدنتان؟ من از اول راستی گپ از استاد سپان سعید، از استاد قابل جان ظریفوف، از استاد مرادبگ نصرالدینوف، از استاد جورابگ مرادوف، اودینه هاشیموف، استاد ظفر نازیموف، استاد محمد سعید پیری حصار میگفتن. من از خردی همون استاد بزرگ رو گوش میکردم. اون چی که آموختم از همین استادان آموختم. البته. و نخست ترانه‌ای که سرایده در صحنه چگونه بود؟ کدام ترانه بود؟ مردم چگونه قبول کردن؟ خود به خود چی گفتید؟ در صحنه هنگامی که راستی کم یکم بار ما کنسرت موندیم، قابل جان ظریفوف یکم کنسرت موندن. بعد من گفتم که استاد من خیلی آرزو دارم که این پایتخت با منم کنسرت هم خیلی مردم خیلی مخلص میامده باشم. بعد اگه قابل جان گفتن که بهینت حلال کرد صدی خدا خواهد زلت پوری مخلص میشد. این سخنه استاد قابل جان بود. بعد سخن شما همین که یکم بار وقت برونده من سوره تاجیکستان رو خوندگی بودم. تاجیکستان من با آب و خاک و سنگر زیندم. وقتی که رقاصا تو میخورد رسما میلش ما زد با چشم من. این یکم بار هم صحنه باری بود هم یکمین سرود بود. راستی باور کنید همین خود رو گم کردم از روی مردگاری خود رو داشته ایستادم. همین خیلی واقعی هم شده بود. بله. خب مردم چگونه قبول کردن؟ بود تپش قلب بود که قبول میکنن نمیکنن؟ بله، وقتی که پرده رو کشودن و طلوع رو میبینید پر از مخلص است. انسان در هیجان میمونه. البته انسان با هیجان بود خودت گم میکنید در صحنه با. بله. و گفتید که مکتب هنری استاد سپان سعید و استاد جورابگ مرادوف و خب استاد ظفر نازیم و استاد اودینه هاشیم و همین گونه بر مردان شما رو به عرصه مثلا صنعت آورد. و ارکین اودینایف از کی وقت تلاش کرد که مکتب هنری خود را باز کند؟
چون هنرمند همان صورت موفق میگردد که واقعا از سیمخانه دیگر هنرمندان بیرون بیاید. وقتی که من در رایون این استقامت میکردم و زندگی میکردم و کار و فعالیت میبردم، باور کنید سرودهای بسیارتر سرودهای استاد سپانی سعید رو میخوندم در توی معرکه ها، سرودهای استاد قابلجان رو میخوندم. وقتی که سال 2012 من خود ساکن پایتخت شدم، بعد با دیداربینی استاد سپانی سعید رفتم. بعد استاد سپانی سعید من گفتن که بچه‌م دیگه حرکت کن، سروده من نخوان، تو پایتخت سروده خودت خون. بله. از اول من به بعد رسی که من نو اومدم پایتخت، هیچ خیلی میشد من سروده استاد از اینجا نخونم. اول راستی گپ زیق هم شدم، بعد ثانی فکر کردم که گپ استاد درست است. بله. از 2013 جا به جا هم گفته است. بله. از 2013 من تو این جانب شکر خدا با همراه بچه‌ها کار میکنیم. خود آنچه که در دستم بیاد پیشکشی مخلصی عزیز میکنم. خب در مورد ترانه‌ای که حال حاضر می‌سراید بگویید که این ترانه‌تان چی نام دارد و این را چگونه آماده کردید؟ شاید اگر نوگانی داشته باشد، شاید مخلصانتون ترانه‌ای که حاضر پیشکشی مخلصان میگردونیم از غزل خالق بردی زبیدوف هست. این آدم هم شاعر از عضو اتفاق نویسندگان. چشم تو سوی من اما دل کشال دیگره، دی نگاری من بودی امروز نگاری دیگره. این هم پیروی از آهنگ‌های استاد سپانی سعید است. پیشکش مخلصان میگردونه. بسیار خوب. پس دوستان عزیز، گمانم فرا رسیده است باز لحظه آنه که ترانه دوم را در برنامه این شبینه فضا بشنویم. با شبتان خوش و برای همتان استراحت خوش آرزو میکنیم. میشنویم ترانه نوبتی رو و با آدم باز برمیگردیم به سر صحبت در همین سفره. چشمی تو سوی من اما دل کشال دیگره، دی نگاری من بودی امروز نگاری دیگره. چشمی تو سوی من اما دل کشال دیگره، دی نگاری من بودی امروز نگاری دیگره. یادی آن وقتی که با من داشتی عیش و طرب، لیک امروز غم برارم غم گساری دیگره. لیک امروز غم برارم غم گساری دیگره. چون بهاری من بودی و در کناری من بودی، بحری من گشت زمستان و بهاری دیگره. چون بهاری من بودی و در کناری من بودی، بحری من گشت زمستان و بهاری دیگره. ای چشم تو سوی من اما دل کشالی دیگره.
از لبی لعلت چشیدم بارهای آبی ناب ساغری لعلی لبت بیش از خماری دیگره دستایی خاره نماند هیچ در روی زمین خالقت هم مثل تو یا بدنگاری دیگره خالقت هم مثل تو یا بدنگاری دیگره چشمی تو سوی من اما دلکشالی دیگره دی نگاری من بودی امروز نگاری دیگره دی نگاری من بودی امروز نگاری دیگره واقعا هم دوستان عزیز امیدوار هستم که شام این شبینه برنامه فضای تلویزیونی سفینه برای همه شما خاطرمان باشد زیرا مهمان این شبینه ما خب ارکین اودینایوف ترانه های واقعا هم زیبا رو روی کار آورده زحمت کشیده است به خاطر اونه که قلب مخلصان و هموطنان را به دست بیارد و امیدوارم همین گونه هم خواهد شد یک دنیای واقعا هم فراخ و یک دنیایی که اگر قدم به هر گوشهش بینی البته حال هم کلانتر است منظورم دنیای هنر خب چی رو مختید از این دنیا چیکار کردید که واقعا از بر کنید همه نازکی های این جوده هنر را همگامی که با استادان میشینی بعد از اونها میآموزی چیکار باید کرد چی را انتخاب باید کرد بسیارتر باور کنید آنچه که من آموختم همش از پشت همون استودیو من میندارم از همه استادانی که امروز در بری من هستند و از بری ما نیستند اون کسایی که نیستند خداوند منزل خودشون نابود باشد اون استادایی که هستند من بسیار میندارم که حرکت میکنم که باز خدمت کنم برای استادو بله واقعا هم همین گونه است از هر گوشه خوشه میگوید یعنی که از هر گوشه وقتی که انسان برای خود یک چیز به دست میارد واقعا برای پیشرفت کاریو یک دستک خوب میشود یک کار خیر میشود اون چی خطایی که مثال من میکردم وقتی که میبینی میشینی میخوایی که همون رفتاری من ناجو است از اون رفتار دست کشیدم اون کار خطایی خود رو نکردم دیگر بله خوب مردم بسیار مخلصانتون بسیارتر به گوش ما میرسد که میگویند ارکین اودینایوف کوشش میکرد که همیشه معنی سرا باشد چگونه است چرا همین گونه خواستید که واقعا ایجادیاتتون همین گونه باشد یک آهنگ بود از استاد عبیدالله کرامت حولی پدر بوی مادر میکند یادی خواهر هم برادر میکند همین ترانه رو زمزمه کردن بعد من سخن کردم که استاد همین آهنگ بسیار به من پسند اومد همین آهنگ من به نمیتونم من خونم استاد جون من گفتم شما علاقه استاد عبیدالله کرامت هستی من هم میخواهم گفتم ارکین اودینایوف شما گفتم از پشتی آهنگ شما هم میسو خندیدن و بچه جون گفتن ماینش گرفت خونه سفر هنری در شهر مسکو بودیم در سنت پترزبورگ بودیم با همین آهنگ استاد من زمزمه کردم حولی پدر بوی مادر میکند یادی خواهر هم برادر میکند بسیار پسند مردم اومد بسیار کفکوبی ها کردن با کجاها سفر کردید برای پیشنهاد مثلا کنسرت ها با مخلصانتان منظورم نواحی های گرد و اطراف کشور همون و بیرون از کشور بیرون از کشور در شهرهای مسکو بودیم سنت پترزبورگ یکاترینبورگ تیومن بارناول ولادیواستوک بودیم بله سلامت باشید خب ترانه سوم مال کی است ترانه سوم مال
کوهزاد فتح‌الله هست. شاعر و روزنامه‌نگار شبکه اول تلویزیون. شاعر و روزنامه‌نگار شبکه اول تاجیکستان کوهزاد جان. این هم سرودی عاشقی هست. آهنگ از غالب جان یوسفوف است. این آهنگ هم همین غالب جان خواند. خیلی آهنگ از آن کس سخن از کوهزاد. شدم از دوری پزمانت دلم سوزد ز هجرانت شدم از دوری پزمانت دلم سوزد ز هجرانت منم یاری غزل خوانت کی پروای من داری منم یاری غزل خوانت کی پروای من داری ای کی پروای من داری افگار و خزانم من زیش کرنا توانم من دل افگار و خزانم من زیش کرنا توانم من و قلبی خونچکانم من کی پروای من داری و قلبی خونچکانم من کی پروای من داری ای کی پروای من داری شکایت دارم از عشقت میانی نارم از عشقت شکایت دارم از عشقت میانی نارم از عشقت ببین که خارم از عشقت کی پروای من داری ببین که خارم از عشقت کی پروای من داری ای کی پروای من داری شدم از دوری پزمانت دلم سوزد ز هجرانت شدم از دوری پزمانت دلم سوزد ز هجرانت منم یاری غزل خوانت کی پروای من داری منم یاری غزل خوانت کی پروای من داری ای کی پروای من داری ای کی پروای من داری سلامت باشید برای پیشنهاد ترانه نوبتی در برنامه شبینه فضا. امیدوار هستم که با بیننده برنامه ما و با مخلصان و در عموم با کل هموطنان پسند آمد. اگر همین گونه باشد این اقبال بلند ما گروه جودی و گروه هنری ارکین اودینایف است. خب هر یک نفر البته در زندگی مقصد و مرامی خیش را دارد و تلاش میکند که تدبیرهای در پیش ایستاده رو روی کار بیارد و برای اونه که خب همون دریچه آرزوهایش باز شود و با دستک امیدهایش رسیدن تلاش کند. چی مرام و مقصد دارید و چگونه میخواهید باز تا با ایام مثلا کنسرت نوبتیتون که گفتید با طور زنده پیشنهاد میکنیم دارید یگان نوگانه که مخلصانتون منتظر شوند شاید سینتز کردن یگان موسیقیتون همین گونه یک آهنگ بهترین از قابل جان شریپوف استودی صنعتی تاجیکستان هستند. آهنگ عشقی است. حالا رو نمایی نمیکنید؟ نه، نمایی نمیکنیم. تیار کرده یک سرودی مادری نو هست
میخوام همین سرودی مادری نو با تمام مادران تاجیکستان ببخشم. این من البته در کنسرت پیشنهاد می شود. حاضر در برنامه. حاضر در برنامه ما. بله. بسیار خوب. سلامت باشید. و راستی هم من توجه میکنم با مثلا ایجادیات شما، چی در فضای مجازی، چی در مثلا موسیقی که گوش میکنم، سرودهای مادر وقتی که آماده میکنید بسیار تاثیر بخش هستند. و کی ایجاد میکند آفرین به شاعرشان و کی آهنگبندی میکند آفرین میگویم، واقعا هم تاثیر بخش است. خاطر آهنگ شمجه میسازیم موزیر. حاضر. خاطر میسازیم، خاطر میخونیم همیشه. بسیار خوب، آفرینتان، آفرینتان. خب گمانم که این آخرین صحبت ما سر این سفره نباشد. بله. آرزو میکنیم. بله. و امیدوار هستیم که باز در فرصت های نزدیک با ترانه های نو آمده خاطر بیننده های ما را شاد میگردونید. وقتی که درباره من چنین میتریبون باشم، همه سرودی نو من خیلی مونده خوندن میگیرم. بله. در چنین صحنه های کلام باز باشد. فخر میکنم که درباره من همه خیلی برادرای بزرگ دربارم هستن. آنچه که مثل من نوگونی میکنم میخونم، همش با یاری همدیگر. البته. البته. از خواندن من فخرالدین جان الهام میگیرم. از نواختن فخرالدین جان سامان جان الهام میگیرد. این همه خیلی حسنات. البته. بله. بسیار خوب. و امید میبندیم که از خواندن شما از آهنگهایتان کل مخلصان و هموطنان البته شوق بردارند و شما البته شادی بخش خاندان ملت تاجیک باشید. سلامت باشید. خب صحتمند باشید. از برنامه ما گمانم که چند دفعه اشتراک میکنید برداشتم کردید. خیلی برنامه به من معقول است، پسند است. نه بلکه دمان با تمام کلی مردم شریف تاجیکستان این برنامه خیلی برنامه فرهنگی است، برنامه بزرگ است برای ما. بله. خب تشکر میگویم برای آمدنتان. سپاس میگویم با کل رامشگران برای اشتراک در برنامه، برای نوازش‌های زیبا. دستانتان درد را نبیند. امیدوار هستیم که همین گونه غیور و جسور در جاده صنعت فعالیت میکنیم یک جایه در جاده فرهنگ و برای رشد و انکشاف همه ساحه‌های کشور عزیزمون چون فرزندان این ملت دست خیر خود را میگذاریم. سلامت باشید. بله. تشکر. و بینندگان عزیز به شما نیز تشکر میگویم که وقت جدا میکنید، برنامه‌های ما را تماشا میکنید. این از عزت شما نسبت ما هست و ما هم همین گونه عزت و اکرام نسبت شما داریم و همه جهد و تلاشمون بدان خاطر است که واقعا یک کمی هم باشد خاطر شما رو، خستگی شما رو البته رفع بسازیم عزیزان. خب براتون برار موفقیت، خانه آباد، زندگی آسوده را تمنا میکنیم با امید اونه که استقلالیت ابدی باشد در تاجیکستان عزیز، با امید اونه که باز به دیدار همدیگر به زودی برسیم. ترانه انجامی را ارکین آدینایف می سراید که در وصف مادران عزیز و ارجمند ما هست در انجام برنامه این شبینه. خواهش میکنم. مادر تو کجایی که دلم آب شده است، از غربت دون ببین دلم خون شده است. مادر تو کجایی که دلم آب شده است، از غربت دون ببین دلم خون شده است. از دوری تو مرا غم و غوسه شکست. ای آچه جان دو دیده پر آب شده، ای آچه جان دو دیده پر آب شده است.
بر مهر و محبتی تو زارم آچه بکشا دری من درا و خانه آچه من مهر و محبتی تو را یاد کردم در شهری غریب ببین که خارم آچه من مهر و محبتی تو را یاد کردم در شهری غریب ببین که خارم آچه آچم دیگرای آرامی جانم دیگرای قربانی نوازشاش آچم دیگرای آچم دیگرای آرامی جانم دیگرای قربانی نوازشاش آچم دیگرای ای آچه جان مدار جانم هستی هنگامی غمم تو غم برارم هستی ای کاش خدا غمت نبینم آچه بعدی پدرم تو ره سپارم هستی ای کاش غمت هرگز نبینم آچه بعدی پدرم تو ره سپارم هستی آچم دیگرای آرامی جانم دیگرای قربانی نوازشاش آچم دیگرای قربانی نوازشاش آچم دیگرای